برادرایی که دستی به سودا میزنید، یک ماه ترحم است، ماه غمخواری است، ماه خیر احسان است. اگر ما در برابر این ماه در آمدن تا جایی که میدانیم که سوداها ما خیلی در جوش می شود، خیلی گویم خریدارای زیاد پیدا میکنیم، اگر ما از این فرصت استفاده بریم و گویم که این ماه درآمد است و اگر یک چیزی که حاضر 10 سو می رود رمضان در 15 سو کنیم، این از روی انصاف نیست برادر عزیز. در ماه مبارک شما فراموش نکنید در تمام دنیای اسلام در مالهاشان دیگر فایده شان نمیگذارند، فایده ها را در ماه مبارک مینوس میکنند، طرح میکنند، نمیمانند. به خاطر ماه مبارک، به خاطر در ماه مبارک برای یک برادر مسلمان یاردم شود، فایده شود، اونا اینها را از فایده های خودشان خرج میزنند و بعد یک ماه مبارک باز همون سودای اولشون جاری میکنند. به این خاطر دادر از ما نمیگویم که شما به ضرر سودای خودتان کار کنید، به ضرر جان خودتان کار کنید، فقط ترحم کنید، فقط کوشش کنین که مالهاتان قیمتی که 5 به دست می آمد 1 به دست بیاید، بس از به خاطر ماه مبارک 4 همورا گذر، الله برای تو هم مکافات ماه مبارک میدهد، هم غمخواری برادر مسلمان میدهد، هم پاداش ماه مبارک برای تو نصیب میکنه. اگر ما و شما اگر این ماه را حرمت همون گویم که خود معنای حرمت این ماه هم همین است که ما در ماه مبارک با یکدیگر غمخوار باشیم. نسبت یک برادر مسلمان در این ماه‌های مبارک به شفقتی و به مهری و به رحمی را هیچ وقت روا نبینیم. انشاءالله این نشانه اوست که ماها ماهیت این ماه مبارک فهمیدیم. انشاءالله مردم ببینید، زن و مرد وقتی که شما این معامله را میکنین، با همین معاملتان شما هزارهای دیگر را در دین جلب میکنید. بگید ببینید چگونه یک دین خوبه هست، چگونه یک ماه مبارکی هست که تمام مردم دلش ملایم کرده است، با یکدیگر اینقدر مهربان شدند، مردم غم یکدیگر میخورد، از فایده هاشون حتی گذشتند غمخواری یکدیگر کردند. این بسیار تأثیر کلان دارد. به این خاطر برادر عزیز این سخنی هست که ما برای تو همچه یک برادر شما، همچه یک گویم مسئولی که در کتاب ها میبینیم به خاطر ثواب به گوش شما میرسانیم. اگر کنین خوش به حالتان، نکردینم این ماه میگذرد میرود، یک ماه آنقدری نیست. من با شما صحبت دارم، روز از روزها حیات من باقی باشد، همینجا با پناه به خدای به ماه میکنیم، میگیم فلان روز عید است، بسیار درو به نام خدا گذر میکند. لیکن انسانی که هر یک ساعتی را فرصت غنیمت میداند و هر چیزی که میشنود عملی میکند، خوش به حالش، خوش به حالش. بگذار تو در یک ماه 1000 سامان فایده ببینی، بگذار تو در یک ماه 2000 سامان فایده ببینی، لیکن آن فایده که در این ماه هست او را تو به 2000 خریدن میتونی، تو را به 1000 سامان هم خریدن نمیتونی. آن بزرگی ها، آن گویم که اجرهایی که در این ماه خدا برای آدمای روزدار داده است. ببینید یک آدمی روزدار، یک آدمی روزدار حبیب خدا میگوید وقتی شما روزش هم میشکایین، خداوند برابر همون روزه که او چی ثوابی داشت برای یک آدمی روزه شکای، خداوند پاداشی همون ثوابی که او میگیرد در نامه اعمال تو می نویسد. یک آدمی روزدار تو یک خیمه میتی، یگه همین قدی روزه تکشا، انا که ببین تا بگه چی مقدار ثواب گرفت، اینا حساب کنیم 5000 ثواب گرفت. خداوند 5000 ثوابی که به او داد برابر ثوابی او را به یک دانه خرما در نامه اعمال تو می نویسد. به خاطر تو یک روزدار روزش شکاییدی، یک روزدار تو کمک کردی. تو برادر عزیز اگر مثال این توصیه های ما برای تو معقول باشد، همون فایده می شود. حتی تو اگر در دستش هم که دی بگوی این فایده من بود، اینش گرفته با در یک کارا که دیگر صرف کن به نام خدا، 1 به 700 است در ماه رمضان، 1 به 700 هر چیزی که میکنین 1 به 700 از 700 هم زاید خداوند در نامه اعمال شما ثواب می‌نویسد.